آدم از غم نمیمیره، ولی از قایم کردنش چرا؟ عادت کردیم به جای گریه قابلمه رو هم بزنیم. به جای داد شعله رو کم کنیم. اصلا چرا از اینجا شروع کردم؟ وسط شهریور بود. لب حوض بودم و داشتم گوجه ها رو میشستم. میخواستم از گوجه و آتش ترکیب سرخی رو بسازم که ابراهیموار بره تو دل قصه و به جون آتش زده ما یه بهشت خوش آب و هوا ببخشه. اینجا شما منو تو حین خرد کردن شیوید و پیاز میبینید. ولی من اینجا توی غمگین ترین حالت ممکنم بودم. فرشا اومدن. لامپای سوخته عوض شد. میز رو چیدم و میوه‌ها هم اومدن توی سینی. غذا پلو شیرازی بود. لوبیای چشم بلبلی پخته شده رو با شیوید به برنج اضافه کردم. گوش رو از قبل پختم و وسط برنج گذاشتم. مهمونا یکی یکی اومدن. مثل همیشه زیبا. خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردم با هم صمیمی شدن. اما ما یاد گرفتیم غم‌ها رو موقتی بپوشونیم. اینو وقتی فهمیدم که تو اتاق انگور با سوالام تنها میموندن. ما پریم از دردای شخصی و امیدهای جمعی، ولی کم نمیاریم. نشستیم و گوجه ها رو خرد کردیم و ریختیم توی دیگ. سیر پوست کندیم و توی جوغن سنگی پوره کردیم. دستاشون رو نگاه میکردم. به این فکر کردم که خیلی وقت گوشه یه چادر مامانمون رو تو بازار نچسبیدیم. همون جایی که بیشترین زورت رو تو مشت کوچیکت میریختی تا یه وقت آشنای عزیزت رو بین شلوغی بازار گم نکنی. ما همه این صحنه ها رو زندگی کردیم و هیچ وقت نفهمیدیم آخرین باری که این صحنه ها رو دیدیم کی بود. آب گوجه رو اجاق غلیظ شد. بهش سرکه و شکر و سیر و فلفل زدیم. الان وقتشه که بگم آدم از غم نمیمیره، ولی از قایم کردنش چرا؟ هممون یه جایی زیر لایه‌های شبکه‌های اجتماعی، زیر لبخنده و عکس‌ها و کپشن‌های پر از امید یه تیکه از غمامون رو پنهون کردیم. دیگ رفت توی حوض تا از حرارت بیفته. رقصیدیم و شام خوردیم و خندیدیم. شیشه ها یکی یکی از سس پر می‌شد. شاید ما هم گوجه های این قابلمه بودیم. باید له می‌شدیم، می‌جوشیدیم تا طعم بگیریم. شاید ما قرار نیست از غم خلاص شیم. مهمونا رفتن و مثل همیشه جاشون خالی شد. شاید آدم جالبی برای درمان غمگین بودن نباشن، اما ما در این حالی که میخندیم و ادامه میدیم و حتی پای دیگه مسی سس هم میزنیم، باید بپذیریم که در حقیقت معمولی، شکننده، آسیب پذیر و سرشار از شکست و ناکامی هستیم. درمان شاید همین باشه که غمگین بودن رو بپذیریم. غم ادویه‌ای زندگیه. شاید تمام عمر سوال رو اشتباهی پرسیدیم. شاید به جای اینکه بپرسیم برای چی ادامه میدیم، باید میپرسیدیم برای کی ادامه میدیم. آره، من غم رو به رسمیت میشناسم. من میتونم آدم